باشه ما بریم بحث دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سیبای عزیز، ما فصل ابزارشناسی را به خیر تمام کردیم و امشب به خیر درس جدید ما روی موضوع طرح درمان هست. طرح درمان یا پلان تداوی را که ما برای یک مریض ارتودنسی در نظر میگیریم که ما باید چه قسمی تداوی انجام بدیم در این فصل. مثلا زمانی که یک دندان کراودینگ داشته باشه، یک مریض پیش ما مراجعه کنه دندانهایش خیلی زیاد انحراف داشته باشه یا نامنظم باشه، ما اگر بخوایم یک پلان تداوی را برای اونا بریزیم، بس چی اساس ما باید پلان بگیریم؟ آیا دندان اکستراکشن میشه، نیاز هست که اکستراکشن شوه یا نشوه؟ و یا یکی فضا وجود داره ما نیاز داریم که فضا را ببندیم یا نیاز داریم که فضا باید باز شوه؟ با این وجود زمانی که ما میخواهیم یک تداوی را انجام بدیم، در قدم اول ما باید تمام موضوعات بررسی بکنیم. موضوعات چی اسکلیتی هست، چی موضوعات دندانی هست، یا ای که ما اندازه کراودینگ، اندازه بی‌نظمی دندان ها را ما باید بررسی بکنیم، مطالعه بکنیم تا بتونیم یک پلان تداوی مشخصی را برای مریض خود طرح ریزی بکنیم و در نظر بگیریم و نهایتا امو پلان خود تعقیب بکنیم تا که نتیجه مطلوب ما که رسیدن به یک اوکلوژن ایدئال هست و رسیدن به یک زیبایی یا تناسب وجه مریض است که یا تناظر وجه مریض است، ما به این برسیم. با این وجود ما در بخش طرح درمان دکتر سیبا موضوعاتی را که مطالعه میکنیم یکی لیترال سفالومتری هست. سفالومتری بحث امشب ما هست که ما رویش بحث میکنیم که سفالومتری چی هست و به چه منظور انجام میشه و ما چه نقاطی را باید در مطالعه سفالومتری باید در نظر بگیریم و تا چه حد میتونه ما را در تداوی و در تشخیص و در ریختن پلان تداوی کمک کنه و کمک کننده باشه. و دیگه بعد از این ما آنالیز داریم، انواع مختلف از آنالیز های که مهمترین آنالیزی را که ما در این بخش مورد مطالعه قرار میدیم آنالیز بولتون هست که به منظور معین کردن یا تعیین کردن اندازه آورجیت هست. آورجیت نرمال بعضی وقتا ما یک ارتودنسی را تکمیل میکنیم، مریض خود در قسمت انتهای درمان خود را خلاص قرار داریم، ولی ما میبینیم که یا آورجیت نرمال خیلی مناسبی را نداریم و یا یکی بیش از حد است. باز ما به این اساس ما باید آنالیز انجام بدیم ببینیم که اندازه دندانهای قدامی یا تناسب اندازه دندانهای قدامی فکلوی و سفلی ما به چه اندازه است که ما را روی صحبت میکنیم. و دیگه پلان تداوی برای فک پایین، پلان تداوی برای فک بالا، کلاس های 1 2 3 و یا یکی کلاس 2 که انواع مختلف را داشت. کلاس 2 مثلا 2 میلیمتر بود، 3.5 میلیمتر، 5 میلیمتر و 7 میلیمتر بود. ما برای اونا چه قسمی باید پلان تداوی در نظر بگیریم. این موضوعات تماما در قسمت آنالیز، در قسمت طرح درمان رویش بحث میشه و امیدوار هستم که شما توجه خیلی ویژه بکنین در این قسمت تا بتونیم به او درک مطلب و درک مفهوم برسیم. درس ما امشب راجع به لیترال سفالومتری هست دکتر سیبا. سفالومتری چی هست و چی منظور انجام میشه دکتر سیبا؟ البته سفالومتری که هست یک رادیوگرافی از قسمت لیترال چی هست؟ جواب بده. لیترال وجه یا اسکل ما هست. زمانی که ما یک مریض برای ما مراجعه بکنه و ما بخوایم تمام مشکلات زنا را مورد مطالعه قرار بدیم، آیا این مشکلات اسکلیتی هست، آیا این مشکلات دندانی هست، یا میزان رشد خود فکین به چه اندازه است، استخوان‌ها اندازه کامل رشد کرده یا نکرده، و یا اینکه ما خود بافت نرم، خود بینی، خود لب، وضعیت لب و وضعیت زنخ مریض قسمت ها را مورد مطالعه قرار بدیم، ما از لیترال سفالومتری استفاده میکنیم. در لیترال سفالومتری اگر شما در نظر ببینید و در تصویر ببینید چی هست؟ یک رادیوگرافی از قسمت لیترال اسکل هست تا تمام مشخصات همین خود انساج سختی که شامل استخوان ها هست و لندمارک هایی که شامل استخوان ها هست، لندمارک هایی که مربوط خود دندان میشه و لندمارک هایی که مربوط خود انساج نرم در این ساحه میشه یا ما مورد مطالعه قرار بدیم. زمانی که ما لیترال سفالومتری را مورد مطالعه قرار میدیم، موضوعاتی را که ما در این قسمت میتونیم بهش برسیم یکی ارزیابی روند رشد است. چه قسمی رشد کرده؟ آیا فک مگزیلا بیشتر رشد کرده؟ فک مندیبولا بیشتر رشد کرده؟ آیا این مشکل ما قبلا هم گفتیم آیا این مشکل ما مشکل اسکلیتی هست یا این مشکل دندانی هست؟ تمام این موضوعات یعنی روند رشد فکین، روند رشد خود اسکلت جمجمه تمامش در قسمت لیترال سفالومتری مورد مطالعه قرار میگیره. چون ما در اینجا
خصوصا در قسمت ناحیه فکین مورد مطالعه قرار میدیم، چون ناهنجاری و مالوکلوژن در این قسمت بیشتر ایجاد میشه. ما این ساحه را بیشتر مورد مطالعه قرار میدیم و بیشتر امون لندمارک هایی را در اینجا مورد مطالعه قرار میدیم تا ما را در چی برسانه، در یک تشخیص مالوکلوژن برسانه، در تشخیص ناهنجاری برسانه که ما بتانیم مطابق با تشخیص خود یک پلان تداوی برای مریض بگیریم. و دیگه یکی تخمین رشد است. خود لیترال سفالومتری برای ما کمک میکنه که ما رشد فکین تخمین بکنیم. مثلا یک طفل برای ما مراجعه میکنه، حدودا 12 ساله یا 13 ساله هست. شما میبینین که اندازه فک مندیبولا نسبتا رشد نکرده و یا فک مگزیلا رشد کرده. ما این تخمینا مطابق به امور رادیوگرافی که تهیه کرده ایم ما مورد مطالعه قرار میدیم. ما میبینیم که میزان رشد در فکین به چی اندازه است. ما تخمین میکنیم که اگر مایکایتون خاموش کنین، مایکایتون خاموش کنین اگر ممکن است. مایک از کی روشن است؟ شما زمانی که لیترال سفالومتری را مورد مطالعه قرار میدین، شما میدانین که رشد فکین، رشد استخوان‌های هر دو فک، رشد استخوان‌های قسمت وجه شما تخمین بکنین که اگر مثلا در سن 12 سالگی به اندازه رشد کرده یا رشد فک مندیبولا تا سن 18 سالگی مثلا متوقف میشه، تا این زمان به چی میزان میتونه که رشد بکنه. و یعنی شما اندازه رشد را که در قسمت نواحی فکین ایجاد میشه و شما میتونین اینو چیکار کنین؟ مورد مطالعه قرار بدین و تخمین بکنین که به چه میزان میتونه که رشد بکنه. شما میفهمین که رشد یکی در قسمت استخوان‌های فکین به چند قسم صورت میگیره. یکی افزایش در میزانش است، یعنی سایز استخوان‌ها ممکن است چیکار شود؟ بزرگ شود. شما میفهمین چرا ما دو دوره دندانی داریم، یکی دوره دندان‌های شیری داریم، یکی دوره دندان‌های دائمی داریم، چون اندازه دندان‌های شیری متناسب با ما اندازه فکین است در اطفال. و هر اندازه‌ای که فک بزرگ میشه دندان‌های دائمی باید بزرگتر شود. یعنی خود فکین به لحاظ سایز خود چه میشه؟ رشد میکنه و اندازه‌اش بیشتر میشه. و دیگه تغییر در نسبت‌ها هست. تغییر در نسبت‌ها به چی اساس؟ یعنی شما می‌بینید که فک مندیبولا نسبت به فک مگزیلا به چی میزان رشد میکنه؟ آیا نسبت رشدش بیشتر است یا نسبت رشدش کمتر است؟ و یا خاصیت ریمودلینگی که در این ساحه ایجاد میشه که در کدام قسمت باید استخوان به تحلیل بره و در کدام قسمت استخوان باید افزایش پیدا بکنه. مثلا همین خود حرکت کردن خود قسمت زنخ به طرف قدام یا خود رموس مندیبولا به طرف خلف تا که فضا برای دندانهای خلفی ایجاد شود. شما میبینید که متناسب به اندازه دندانها خود فکین هم در حالت رشد است و شما میبینید که چی است در اینجا؟ در نسبت‌های زنا هر روز تغییرات میاد تا مطابق به. و دیگه تغییر در جایگاه هست، یعنی جایگاه خود استخوان تغییر میکنه. شما در قسمت رشد استخوان ها مطالعه کرده این که یکی استخوان ها به شکل انتقالی هست که از یک موقعیت به موقعیت دیگه انتقال میکنه. چه قسمی است که رموس مندیبولا به طرف خلف حرکت میکنه، چه قسمی است که زناخ به طرف قدام حرکت میکنه. یعنی به این اساس است که از یک طرف چی است استخوان به تحلیل میره، خاصیت ریمودلینگ در اینا ایجاد میشه. پس به این اساس شما میتونین که تخمین رشد یا رشد تخمین بکنید. و دیگه چی هست؟ تشخیص انواع ناهنجاری. مشکلات اسکلتی هست، سوی اشکال هست در اینجا. شما میبینین وجه مریض اگر ببینین در بعضی افراد چی هست؟ حالت کاملا محدبه داره. بعضی افراد میبینین حالت کاملا مقعر داره که بستگی به کلاسش داره، که ما قبلا هم گفتیم مالوکلوژن زمانی که در ناحیه فک‌های ایجاد میشه ممکن است چی باشه؟ اسکلتی باشه، ممکن است دندانی باشه. در این صورت شما ناهنجاری ها را تشخیص میتونین که آیا همین ناهنجاری ما اسکلتی هست یا ناهنجاری چی هست؟ ناهنجاری ما دندانی هست. یا یکی اسکلت کدام فک، یا فک مگزیلا بیشتر رشد کرده یا فک مندیبولا کمتر رشد کرده. به این اساس شما میتونین اینا را تشخیص انجام بدین و به یک تشخیص دقیق تر برسین. و دیگه ارزیابی بافت نرم است. وضعیت بینی شما میبینید در رادیوگرافی امساج نرم تا حدودی میتونه چیکار شود؟ در این قسمت ثبت شود. شما وضعیت بینی را کاملا واضح مشاهده میتونین، وضعیت لب‌ها را مشاهده میتونین که آیا لب‌ها به طرف قدام قرار گرفته، اندازه سایز لب‌ها واضحا در این قسمت معلوم میشه. وضعیت زنخ مریض شما تمام اینا را میتونین چیکار کنین؟ مورد مطالعه قرار بدین تا وجه مریض از لحاظ جانبیش کاملا دقیق ببینین که آیا متناسب هست یا نیست.
شما بعضی وقتا زیبایی مریض از قسمت لترالی اگر مورد مطالعه قرار بدین میبینین که یک تناسبات در این قسمت بین انساج نرم وجود داره که اگر مثلا در این قسمت زنخ فک مندیبولا کمتر رشد کرده باشه، انساج نرم بیشتر به طرف خلف قرار میگیره و در این قسمت وضعیت وجه مریض کاملا وضعیت چی میگیره؟ حالات مهدب مانند میگیره. و این تمامش موضوعی هست که در زیبایی مریض رول داره و شما میتونین این در لایسترال سفالومتری موردی مطالعه قرار بدین. دیگه ارزیابی پیشرفت درمان ارتودنسی است. یعنی شما زمانی که ارتودنسی را در حال انجام هستین، مثلا خصوصا در اطفال، زمانی که شما از اپلاینس های فانکشنال یا وظیفوی استفاده میکنین، یعنی رشد مندیبولا را تحریک میکنین که بیشتر رشد کنه، یا فک مگزیلا در حال بیشتر رشد، افزایش رشد داره، شما را کنترل میکنین که باید رشدش نسبتا چی شود؟ کمتر شود تا متناسب با اندازه فک‌های نردویش متناسب رشد کنه. و مو میزانی که فک مندیبولا رشد میکنه مگزیلا هم رشد کنه، به مو اندازه‌ای که فک مگزیلا رشد میکنه مندیبولا هم رشد کنه. به این اساس چون شما مریضتان تحت درمانتان قرار داره و قرار است رشد زنا را شما کنترل بکنین، شما میتونین در جریانی از که مریضتان تحت تداوی قرار داره، شما میتونین یک سفالومتری از وجه مریض بگیرین و خود اینمی ارزیابی بکنین که آیا ارتودنسی شما تا چه حد میتونه که چی شده مؤثر واقع شده، آیا رشد فکین شما تحریک تونستین، کنترل تونستین و یا نتونستین. البته این موضوعات کاملا تخصصی هست بیشتر که یک معلومات افقی و کلی براتون باشه. دیگه طرح درمان ارتودنسی هست. شما ببینین زمانی که این مورد مطالعه قرار میدین لایسترال سفالومتری را، شما در اینجا میبینین که مثلا یک اوپن بایت قدامی موجود هست. دلیل اوپن بایت قدامی چی است؟ آیا دندانهای خلفی بیشتر خروج کرده و یا دندانهای قدامی کمتر خروج کرده؟ یک اوپن بایت ایجاد شده. و یا اگر یک دیپ بایت موجود است یا یک مثلا یک پروکلاینیشن موجود است، دندانهای فک بالا و پایین بیشتر به طرف قدام پروترود شده هر دوش، شما میبینین در این قسمت بیشتر است. یعنی شما تمام اینمی مشکلات در این قسمت مطالعه میکنین و مطابق به مطالعه سفالومتریتان، مطابق به تشخیصی که شما در اینجا انجام میدین و به دو تشخیص میرسین، شما یک طرح درمان یا پلان تداوی ارتودنسی را میتونین مطابق به این در نظر بگیرین. و دیگه در چی هست در سفالومتری چیزی که استفاده میشه ارزیابی نتایج درمان است. بعد از که شما تداویتون انجام دادین، در آخر تداوی باز میتونین که چیکار کنین؟ یک لایسترال سفالومتری را بخواین و دیگه مطابق با مطالعه بکنین که آیا می درمانی را، می تداوی را که شما انجام داده این آیا نتیجه داده یا نداده، آیا در سفالومتری امور لندمارکایی را که شما در نظر گرفته این نرمال شده یا نشده. پس شما لایسترال سفالومتری را زمانی که مطالعه میکنین همین موضوعات در مجموع میتونین که مورد مطالعه قرار بدین و استفاده کنین. شما ببینین دکتر زیبا یک لایسترال سفالومتری را نشان میده، یک رادیوگرافی که از قسمت لایسترال اسکل گرفته شده، در این قسمت استخوان جمجمه هم دیده میشه، قسمت های استخوان بینی هم دیده میشه، استخوان زایگوماتیک هم دیده میشه و قاعده قفل هم دیده میشه در مجموع، و استخوان فکین، فک مگزیلا و فک مندیبولا تمامش دیده میشه و دندان هایی که در این قسمت موجود است، اوکلوژنی که در اینجا وجود داره، تمام از اونها مورد مطالعه قرار گرفته میتونه. و شما بعضی نقاط را که شما در اینجا میبینین، مثلا نقطه A، نقطه A، نقطه B، نقطه PG یا نقطه GN یا نقطه منتون یا نقطه گنتیون، تمام یا گونیون، تمام اون نقاطی را که در اینجا وجود داره شما میبینید که چی هست در روی یک سفالومتری شما مورد مطالعه قرار داده میتونین. البته این به یاد داشته باشین دکتر زیبا، بعض لندمارک های ما در قسمت لایسترال سفالومتری اسکلیتی هست، مثلا نقطه N یا نازیون که برش میگن. این نقطه مربوط چی است؟ مربوط اسکلت وجه است، نقطه ای که بین استخوان فرونتال و نیزالبون وجود داره، محل تلاقی و محل یک جا شدن نیزالبون و استخوان فرونتال در این ساحه یک نقطه ای که وجود داره، نقطه را به نام نیزیون میگه، دقیقاً در وسط پیشانی، در این قسمت بین دو ابرو اگر باشه، بین دو ابرو وسط پیشانی اینجاست، بین دو ابرو اگر شما در نظر بگیرید استخوان نیزالبون همراه استخوان فرونتال با هم در این نقطه یک جای میشه، نام نقطه را به نام نیزیون یاد میکنه، چون این مربوط اسکلت وجه هست. شما میبینید که چی هست؟ این یک لندمارک اسکلیتی هست یا نقاطی هست که شما در اسکلت وجه میتونین مورد مطالعه قرار بدین. و بعضی از نقاط در روی دندان ها وجود داره، مثلا سطح نقطه انسیزل دندان های فک علوی، نقطه انسیزل فک سفلی، این تمام این نقاط بیشتر، ولی ما بیشتر در این درس روی لندمارک ها یا روی نقاط بیشتر تمرکز میکنیم و مورد بحث قرار میدیم که در ارتودنسی این بیتی ما موضوع استفاده بتونیم و ما رو به یک تشخیص رسانده بتونه تا ما ببینیم چی هست، آیا این
مشکل مالوکلوژن، آیا می مشکل اوپن بایت، آیا مشکل دیپ بایت، یا هر مشکلی که در اینجا وجود داره، آیا این مربوط اسکلت وجه هست یا مربوط دندان است، آیا ما میتونیم که توسط سیستم این بیتی مورد تداوی قرار بدیم یا نه، و یا آیا ما میتونیم که چیکار کنیم، نیاز به جراحی داره یا نیاز به چی داره، دستگاه های فانکشنالی که در دوره طفولیت استفاده میشه نیاز به او داره. شما ببینید یک لترال را به شکل شیماتیک نشان میده دکتر زیبا. نقاطی را که در اینجا شما میبینید بیشتر ما رویش صحبت میکنیم، یک نقطه چی هست؟ نقطه N هست که نزیون برش گفته میشه. نقطه N ما در روی رادیوگرافی خود ما باز مشخصا پیدا میکنیم که ما این نقاط ضرورت داریم و چی ما میتونیم از این چی استفاده کنیم. شما این نقطه را اگر در نظر بگیریم دکتر سیبا، نقطه چی هست؟ نقطه N هست. نقطه N در کجا موقعیت داره؟ نقطه N محل یک جای شدن استخوان نزلبون همراه استخوان فرونتال زمانی که اینجا بیایه و استخوان نزل در این قسمت با هم یک جای میشه، یک سوچره را میسازن. اینمی نقطه یک جای شدن زمینایی که در وسط دو ابرو قرار داره، اینمی نقطه را به نام نیژن یا نیزیون برش میگن. و دیگر نقطه ای که شما در اینجا میبینین این چی هست؟ نقطه یا قسمت حفره سیلا هست، سیلا تورسیکا که برش میگن. در وسط از این ما یک نقطه را که در نظر میگیریم، این نقطه به نام نقطه اس یا نقطه سیلا یاد میشه. این دو نقطه را شما در نظر بگیرید دکتر سیبا. یک نقطه نیزیون هست، یک نقطه چی هست؟ سیلا هست. در قسمت سیلا تورسیکا هست و در قسمت غده هایپوفیز در این ساحه قرار میگیره. و اندمین نقطه ای که یا موقعیتی که دیگه حفره ای که در اینجا وجود داره، در وسط از یک نقطه را ما در نظر میگیریم که نام نقطه را ما به نام نقطه اس یا نقطه سیلا یادش میکنیم. و دیگر نقطه ای را که ما در اینجا ضرورت داریم دکتر سیبا ANS هست. شما میبینید چی هست؟ این در این قسمت در رادیوگرافی ساحه کاملا رادیولوسنس معلوم میشه، در قسمت قدامی بینی anterior nasal spine. شما در این ساحه یک نقطه دارین که نقطه را به نام ANS یاد میکنید، یعنی نقطه anterior nasal spine. و اگر شما این را ببینید متقابلا در قسمت خلف از چی وجود داره؟ یک posterior nasal spine وجود داره، PNS. این دو نقطه را شما در اینجا در نظر بگیرید. در پلان مگزیلایتان یا در فک مگزیلایتان شما این دو نقطه را دارید. یک نقطه ANS است که چی است؟ نقطه ANS ما که اونمون نقطه anterior nasal spine است و نقطه PNS است که posterior nasal spine است. و دیگر نقطه ای را که شما در اینجا در نظر میگیرید دکتر سیبا، یک نقطه پوگینیون هست. پوگینیون کدام ساحه هست؟ برجسته ترین یا قدام ترین ساحه را در قسمت زنخ. اگر شما این خط در نظر بگیرید، قدام ترین قسمت در کدام قسمت است؟ اندمی قسمت است که در زنخ وجود داره، نه؟ در قسمت زنخ. اینمی نقطه را به نام نقطه پوگینیون یاد میکنه شما. و دیگر نقطه ای که هست نقطه منتون هست، انتهای یا پایینی ترین قسمت مندیبول زنخ اگر شما در نظر بگیرید. اینمی نقطه، از این نقطه اگر پایین تر برین دیگه هیچ ساحه‌ای از مندیبولا پایین تر از این نقطه وجود نداره. پایین ترین نقطه را در قسمت زنخ به نام چی یاد میکنه؟ یا پایین ترین ساحه را در قسمت زنخ به نام نقطه منتون یاد میکنه. و یک نقطه ای که بین نقطه چی وجود داره؟ پوگینیون که قدام ترین قسمت زنخ هست و منتون که پایین ترین قسمت زنخ هست، در وسط از یک نقطه دیگه ای که به نام گنتیون یاد میشه. و اگر شما در قسمت زاویه مندیبولا یا خلف مندیبولا برین، در اینجا یک نقطه را دارین شما به نام نقطه گانیون. خلفی ترین و سفلی ترین قسمت نقطه‌ای که در قسمت زاویه مندیبولا وجود داره. البته ما اکثریت نقاط دیگه ای را که گفتم ما به اینا ضرورت نداریم. در قسمت ارتودنسی ثابت و در قسمت ارتودنسی ام بی تی شما میبینین اینمی نقاط که بیشتر ضرورت داریم اینمی نقاط است. یکی گونیون هست، منتون هست، گنتیون هست، پوگینیون هست و دیگه چی هست؟ نقطه anterior nasal spine، posterior nasal spine و نیزیون و نقطه اس است. و دو نقطه دیگه ای که شما میبینین، یک نقطه ای است دکتر سیبا، نقطه ای اونمون نقطه ای که در قسمت فک مگزیلا در فرو رفته ترین یا در قسمت داخل ترین یا فرو رفته ترین قسمت مگزیلا وجود داره. شما اگر این انتریور نزل اسپاین بگیرین، پس دوباره خط مگزیلا در این قسمت دندانهای سنترال کدام نقطه فرو رفته ترین نقطه است؟ اینمی نقطه را اگر شما یک نقطه بمانید، اینمی نقطه را به نام نقطه ای یاد میکنم. و دیگه در فک مندیبولا اگر شما در نظر بگیرین، فرو رفته ترین نقطه را در قسمت فک مندیبولا که بالاتر از نفت در بین
تقریبا در نزدیک دندانهای اپیکس چی وجود داره؟ سنترال. در این قسمت اینمی نقطه را نقطه بی یاد میکنه. پس شما چند نقطه را در اینجا دارین دکتر زیبا؟ یک نقطه ان دارین که به نام نیزیون یاد میشه، محل تلاقی استخوان فرونتال و استخوان نزل. در این قسمت نقطه اس دارین که در سیلا تورسیکا وجود داره که به نام نقطه سیلا هم یاد میشه. انتریور نیزل اسپاین دارین. قدامترین قسمت چی هست؟ استخوان فک مگزیلا که در قسمت چی وجود داره؟ در قسمت بینی وجود داره. نیزل اسپاین بهش گفته میشه. پوستریور نیزل اسپاین است. چی از دکتر؟ پوستریور نیزل اسپاین هست. و دیگه چی هست؟ نقطه پوگینیون هست. قدامترین نقطه در قسمت زنخ. منتون هست. سفلی ترین نقطه در قسمت زنخ. و گونیون هست. خود سفلی ترین نقطه یا خلفی ترین نقطه در قسمت زاویه مندیبولا. گنیتیون هست که نقطه بین منتون و چی داره وجود داره؟ پوگینیون وجود داره. اینمی نقاط در مجموع نقطه A است که در قسمت فرو رفته ترین قسمت چی وجود داره؟ در قسمت فرو رفته ترین نقطه مگزیلا وجود داره و نقطه B هست که در قسمت فرو رفته ترین نقطه مندیبولا در قدام وجود داره. پس اینمی لندمارک ها را شما در یاد بگیرین. شما میبینین که ما مطابق به همین لندمارک ها چطور میتونیم یک والومتری را مورد مطالعه قرار بدیم و ببینیم که به چی میزان ما چی داریم، به چی میزان ما ارتفاع عمودی وجه داریم، به چی میزان ما ارتفاع یا قسمت ارزانی یا افقی را داریم که فکر اندازه افقی، اندازه عمودی یا همین خود اندازه زاویه هایی که در قسمت وجود داره که به چی میزان فک مندیبولا و چی میزان فک مگزیلا و کدام قرار گرفته، آیا اندازه های نرمال هست یا نیست. اینا رو ما مطابق به اینمی نقاط، مطابق به اینمی اندازه اینمی نقاط و خطوطی که پلان هایی که ما در اینجا ترسیم میکنیم ما به او تشخیص میرسیم و مطابق به او ما میتونیم پلان تداوی خود بمانیم. دکتر سیف عبدالقدوس شما چیز میگفتین؟ تو ببخشید اینا را اگر آرومتر بگیم ما یادداشت بگیریم بهتره فکر کنم، چون گپ خوبه که ما نخوندیم. درست است دکتر سیف عزیز، درست است حتما ان شاء الله. شما لندمارک هایی را که ما در اینجا گفتیم دکتر سیبا، یک نقطه باز من تکرار میکنم براتون. نقطه ای را که ما ضرورت داریم یک نقطه این هست. نقطه این کدام نقطه است؟ نقطه ای که در قسمت اتصال استخوان فرونتال همراه استخوان بینی یا نزل وجود داره، در قسمت وسط بین دو ابرو، در این قسمت دقیقا وجود داره. اینمی نقطه را به نام نقطه این یا نزیون یاد میکنیم. دوم نقطه ای که در اینجا وجود داره دکتر صاحب نقطه اس هست. نقطه اس یا نقطه سیلا برش میگن. در کجا وجود داره؟ دمی حفره ای که خودی چی وجود داره؟ خودی هایپوفیز که برش میگه در اینجا وجود داره. این سوهر به نام سیلا تورسیکا یاد میکنه. و می خاطر اینمی نقطه ای که در وسط حفره سیلا وجود داره به نام نقطه سیلا هم یاد میشه. و دیگه نقطه ای که در اینجا هست دکتر صاحب anterior nasal spine است. anterior nasal spine نقطه ای که در قدام تیغه بینی وجود داره. در این قسمت البته خود نوک بینی رو نمیگم، ملانزی نیست. در این قسمتی که وسط پرده دو بینی وجود داره، اسکلت بینی، این انمی اسپاینی که یا تیغه ای که در اینجا وجود داره به نام anterior nasal spine یاد میشه. و نقطه دومی دیگر که مقابل از وجود داره در پلان مگزیلا چی هست؟ posterior nasal spine است. یعنی اگر انمی اسپاین شما به طرف خلف برین، خلفی ترین نقطه زی به نام چی یاد میشه؟ posterior nasal spine. و دیگه شما در قسمت زنخ دارین دکتر سیبا پوگینیون. نقطه پوگینیون کدام نقطه است؟ قدامی ترین نقطه در زنخ. قدامی ترین نقطه در زنخ اگر شما در نظر بگیرین، از این نقطه هر چقدر اگر به طرف بالا برین خلف قرار داره، اگر به طرف پایین برین خلف قرار داره. قدامی ترین نقطه اینمی نقطه است. اینمی نقطه را به نام نقطه پوگینیون یاد میشه. و دیگه سفلی ترین نقطه در زنخ در قسمت سفلی وجود داره. در این قسمت اگر از این پایین تر برین دیگه خود چیز نیست. اگر یک نقطه گنیتیون از این بالاتر این طرف بین بالا میشه، این طرف برین بازم بالا میشه و پایین ترین نقطه نیمی ساحه است. این یک نقطه یادداشت میکنین، این نقطه به نام نقطه منتون یاد میشه. و دیگه نقطه گونیون هست دکتر سیب. نقطه گونیون در کجا وجود داره؟ در قسمت زاویه مندیبولا. در قسمت زاویه مندیبولا نقطه گونیون هست که در قسمت سفلی زاویه مندیبولا اگر شما را در نظر بگیرید نقطه گونیون هست. و در بین نقطه پوگینیون و منتون یک نقطه دیگه ای که وجود داره در وسط از اینا به نام گنتیون یاد میشه و یه ما تمام نقاط باز براتون میگیم که چی کاربرد داره و ما میتونیم چی قسمی از اینا استفاده کنیم.
و دیگه یک نقطه ای که شما در اینجا میبینید دکتر سیبا نقطه A است. نقطه A کدام نقطه است؟ فرو رفته ترین نقطه در فک مگزیلا در پلان عمودی. پلان عمودی را که شما در نظر بگیرید دکتر سیبا، پلان عمودی را که در نظر بگیرید کامل واضح براتون معلوم میشه. کدام نقطه فرو رفته ترین نقطه است در فک مگزیلا؟ اینمی قسمت است. اینمی ساحه است که از تمام قسمت ها فرو رفته تر قرار گرفته. اینمی نقطه را به نام نقطه A یاد میکنه و در مندیبولا اگر شما در نظر بگیرید فرو رفته ترین نقطه کدام نقطه است؟ این نقطه است که نقطه را به نام نقطه B یاد میکنه و شما میتونید مطابق به چیکار کنید؟ این مورد مطالعه قرار بدین و نهایتا بتونید به تشخیص برسید. شما حالا یک لترال سفالومتری را میتونید ببینید دکتر سیبا. لترال سفالومتری یک ایکس ری یا رادیوگرافی از قسمت چی است؟ از قسمت وحشی یا از قسمت لترالی خود جمجمه هست. ما نقاطی را که در اینجا میبینیم دکتر سیبا نقاط چی است؟ نقاطی که در اون قسمت برای شما گفتیم. حال تمام میشه در این قسمت براتون نشانه میکنیم و شما دانه دانه خودتان میتونین ببینین که کدام نقاط هست. یک نقطه ای که شما در اینجا میبینید دکتر سیبا، نقطه ای که شما میبینید در اینجا چی است؟ این نقطه را که در نظر بگیرید. این نقطه چی است؟ نقطه N، محل یک جا شدن استخوان نیزل و استخوان فرونتال و یک نقطه ای که در وسط سیلا وجود داشت در ناحیه سیلا تورسیکا. این نقطه چی است؟ چرا کام نمیشه؟ شما این نقطه رو در نظر بگیرید دکتر سیبا. من متاسفانه که نتونستم این نقطه رو مشخص کنم. یک نقطه، این نقطه چی است؟ نقطه N هست. این قسمت اگر شما ببینید دکتر سیبا، این نقطه چی است؟ anterior nasal spine. یکی این چی است؟ posterior nasal spine. نقطه anterior nasal spine و posterior nasal spine مشخصا در این ساحه معلوم میشه. و فرو رفته‌ترین قسمتی که شما در اینجا میبینید نقطه A هست و در قسمت فک مندیبولا شما میبینید این نقطه چی است؟ نقطه B. در قسمت فرو رفته‌ترین قسمت وجود داره. در این قسمت مگر شما در نظر بگیرید. در قسمت منتم یا زناخ اگر شما در نظر بگیرید قدامترین نقطه در اینجا به نام چی یاد میشد؟ قدامترین نقطه به نام نقطه پوگینیون بود، نه؟ نقطه پوگینیون. و در قسمت سفلی ترین قسمت نقطه زناخ اگر شما در نظر بگیرید نقطه منتون بود. نقطه منتون. و در بین از این دو وجود داشت نقطه پوگینیون یا گنیتیون بود باشین. نقطه گنیتیون. و در قسمت زاویه مندیبولا نقطه‌ای که وجود داشت به نام نقطه چی یاد میشد؟ گونیون. شما در مجموع نقاطی را که در اینجا در لترال سفالومتری تان ضرورت دارین اینمی نقاط است در مجموع که شما میتونین مطابق به این خود سفالومتری تان مطالعه بکنین و شما تشخیص بدین که آیا مشکل چی هست، به چی میزان شما میتونین در این قسمت چی رو ببینین؟ سوی شکل ببینین. پس به این اساس نقاط شما در نظر بگیرین، نقاط از یادتان نروه. در زمانی که لترال سفالومتری رو میبینین تمام نقاط کاملا واضح مشخص بتونین خودتان که در کدام قسمت وجود داره، کدام نقطه است. نقطه N، نقطه S، نقطه anterior nasal spine، نقطه posterior nasal spine، نقطه پوگینیون، منتون، گنیتیون و گونیون. تمام نقاطی را که شما در اینجا میبینین همین نقاط است. و نقطه‌ای که ببخشید نقطه anterior nasal spine دقیقاً در قسمت است. نقطه A و نقطه B. این نقاطی هست که شما در یک لترال سفالومتری میتونین که اینا را مورد مطالعه قرار بدین. در مجموع در لترال سفالومتری شما این نقاط دارین، مطابق به این میتونین که شما اینا را مشخص بکنین و هر کدام از اینا را مشخصاً دقیقاً دکتر سید مشکل اسکلتی هست. بعض وقتا مشکل اسکلتی هست، بعض وقتا مشکل دندانی هست. شما حالا ببینین زمانی که لترال سفالومتری رو مطالعه میکنین شما در چی نتایج خیلی خوبی هم میرسین. شما میبینین که میزان حرکت دندان ها رو به طرف قدام، حالت پروتروشن زمانی که دندان ها خیلی زیاد پروترود شده یا پروکلاین شده، شما در لترال سفالومتری میبینین
ما لاهای انگل داریم، لاو انگل داریم. مطابق به این شما میبینیم که لانگ فیس داریم به حساب یا شارت فیس داریم. شما در این قسمت مورد مطالعه قرار میدین و به اون تشخیص میرسین که آیا لانگ فیس هست و یا شارت فیس است. یک لیتلر سفالومتری را شما در اینجا میبینین دکتر سیفا. نقاطی را که ما در این قسمت مشخص میسازیم نقاط چی هستن؟ نقاطی که لندمارک هایی را که ما قبلا گفتیم. این نقطه کدام نقطه هست؟ نقطه این هست. این نقطه این هست یا نقطه نیزیون برش میگن. محل تلاقی استخوان، محل یک جای شدن استخوان چی؟ نزلبون و همراه استخوان فرونتال. و این ساحه که ساحه سیلا تورسیکا هست. و یک نقطه در وسط از اینا وجود داره که نقطه را به نام چی یاد میکنه؟ نقطه ایس یاد میکنه. این نقطه چی است؟ نقطه ایس است. زمانی که ما بخوایم نقطه این همراه نقطه ایس وصل بسازیم، این پلان ما را به نام چی یاد میکنه؟ من این رو مشخصا رسم کنم دکتر سیبا. نقطه این نقطه ایس. زمانی که شما بخواین نقطه N و S با هم دیگه وصل بسازین، یعنی می نقطه پلانتان به نام پلان چی یاد میکنه؟ پلان NS. پلان N مطابق با این نام دیگه پلان NS یا NS یا SN برش یاد میکنه، چون نقطه N و نقطه چی هست در اینجا؟ نقطه شما ببینید دکتر سیبا این قسمت نقطه چی است؟ این نقطه S هست. این نقطه این است. زمانی که شما بخواین انمی یک پلان در قسمت رسم کنین، انمی پلانتان بلان پلان چی یاد میکنه؟ پلان S N یاد میکنه. ما البته سفالومتری را در این قسمت مورد مطالعه قرار میدیم در دو پلان یا در دو بعد مورد مطالعه قرار میدیم. یک پلان عمودی هست که ما ارتفاع عمودی وجه در نظر بگیریم. آیا خصوصیات از اندازه نرمال خود طولانی شده، طویل شده، دراز شده و یا نشده. و دیگر پلان ارزانی و افقی خود داریم که آیا فک مندیبولا و مگزلا در پلان افقی خود در کدام ارتباط در کدام رابطه قرار دارد. آیا رابطه ایزونا نرمال هست یا رابطه ایزونا نرمال نیست. دیگر نقطه ای را که شما در اینجا دارین دکتر سیبا کدام نقطه هست؟ نقطه ای را که شما در اینجا دارین نقطه anterior nasal spine است. دقیقاً در کجا است؟ خوب می‌بینین واضح طریق نقطه معلوم میشه. نقطه anterior nasal spine. اما قسمت قدامی مگزلان، تیغه بینی که در اینجا وجود داشت در داخل بینی نزل سپتم، در این قسمت که وجود داره میره به نام anterior nasal spine داریم. و قسمت خلفیش اگر شما در نظر ببینید دقیقاً در این نقطه هست. این نقطه چی هست؟ posterior nasal spine است. زمانی که شما بخواین امی دو نقطه را با هم دیگه تان وصل بکنین، شما ببینید از این قسمت اگر ما بیایم نشد. اگر ما این را بخوایم وصل بسازیم، نقطه چی را؟ نقطه anterior nasal spine و posterior nasal spine زمانی که وصل بسازیم، اینمی پلان ما را به نام پلان مگزیلا یاد میسازه. این را خیلی متوجه باشید. این پلان کدام پلان است؟ پلان مگزیلا برش میگن. پلان مگزیلا. زمانی که شما این پلان را رسم کنین، anterior nasal spine همراه posterior nasal spine وصل بسازین، اینمی پلان به نام پلان مگزیلا یاد میگن. و دیگه شما چیزی را که میبینید در اینجا دکتر سیبا، ما یک نقطه ای را گفتیم در اینجا نقطه چی هست؟ نقطه ای را که ما در این قسمت داشتیم، این نقطه به نام منتون یاد میشد. سفلی ترین نقطه در زنخ. سفلی ترین نقطه در قسمت زنخ اگر شما در نظر بگیرید. و در قسمت زاویه مندیبولا شما در اینجا میبینید دکتر سیبا، زاویه مندیبولا رو شما زمانی که میبینید دو مندیبولا رو میبینید. یکی مندیبولایی که در می طرف است، یکی مندیبولایی که به اون طرف قرار گرفته یا منطبق نیستن یکی روی دیگه خود. در حالت نرمال باید منطبق باشن، ولی شما میبینید که اینجا دو دونه. شما وسط زیر دور نشانی میکنید. یعنی دقیقاً پلان شما در کجا وجود داره؟ در قسمت وسط زیر دو. در قسمت زاویه، قسمت سفلی زاویه مندیبولا، این نقطه را به نام نقطه گونیون یاد میشد. زمانی که شما بخواین چیکار کنین؟ نقطه منتون همراه نقطه گونیون وصل بسازین، این خط در نظر بگیرید دکتر سیبا. نشد. از یک ساحه‌ای بگیریم که حتما این دو نقطه با هم دیگه وصل شود. آدم
این نقطه رو که با هم دیگه وصل میسازه، این نقطه چی هست؟ نقطه ای پلان مندیبولا هست. نقطه ای که نقطه منتون همراه چی وصل میسازه؟ بگنیون، یا خطی که از این نقطه گونیون و منتون میگذره، این نقطه رو به این خط به نام پلان مندیبولا یاد میشه. این پلان مندیبولا. ما چند پلان داریم در اینجا دکتر سیبا؟ یک پلان HN داریم که فرانکفورت پلان هم برش میگه، ما دو کلی زیاد فعلا کار نداریم. ما در این قسمت چی داریم؟ نقطه انتریور نیزل اسپاین داشتیم، پوستریور نیزل اسپاین. زمانی که دو خط با هم وصل کردیم و دیگه نقطه منتون داشتیم، نقطه گونیون، این دو خط که وصل کردیم. زمانی که ANS همراه PNS وصل کنین پلان مکسیلا، و نقطه زمانی که منتون همراه گونیون وصل بسازین پلان مندیبولا را شما به دست میارید. این پلان مندیبولا. زمانی که شما پلان مکسیلا و مندیبولا را ارتباط داده این در یک نقطه، یا چی شده؟ یکی دیگه خود قطع کرده. در این قسمت یکی دیگه خود چیکار میکنه؟ قطع میکنن و در اینجا یک زاویه را میسازه دکتر سیبا. یک زاویه را ساختن که این زاویه را به نام زاویه چی یاد میکنه؟ این زاویه را به نام زاویه MMA. اینمی زاویه‌ای که در اینجا وجود داره، اینمی زاویه را به نام زاویه MMA یاد میکنه، یا مکسیلری مندیبولر انگل، یا مندیبولو مکسیلری انگل. اگر شما این زاویه را ببینین، این زاویه را به نام زاویه چی یاد میکنه؟ زاویه MMA. زمانی که زاویه MMA را شما مورد مطالعه قرار میدین، زمانی که زاویه MMA را شما به دست آوردین، شما در اینجا این زاویه را شما اندازه گیری میکنین. اندازه نرمالی از این که هست بین 26 تا 30 درجه است دکتر سیبا. زمانی که شما پلان مکسیلا و پلان مندیبولا را امتداد دارید و در یک نقطه دیگه خود قطع کرد و زاویه‌ای که به دست میاد، این زاویه را به نام زاویه MMA یاد میکنه. زمانی که این زاویه MMA بین 26 تا 30 درجه قرار داشت، مثلا 28 درجه، نرمال از 28 درجه است. اوریج انگل برش گفته میشه. چی اوریج انگل؟ یعنی بین 26 تا 30 درجه. اگر هر زاویه‌ای که بود 27 بود، 28 بود، 29 بود، اینمی زوایایی که در اینجا وجود داشت، این حالت نرمال یا زاویه نرمال در کدام محور؟ در محور عمودی است. در این حالت نرمال هست، هیچ مشکلی در اینجا وجود نداره در محور طولی. ولی زمانی که این زاویه چیکار میشه؟ بزرگ میشه. این زاویه بزرگ میشه، حتما مندیبولای شما به طرف پایین حرکت کرده که زاویه بزرگ میشه. در اینجا چیکار میشه؟ در اینجا مندیبولای شما به طرف پایین حرکت میکنه، چون پلان مندیبولای شما یک قسمت پایینتر قرار میگیره. زمانی که پلان مندیبولای شما در این قسمت قرار بگیره، مثلا این نقطه منتونتون در این قسمت باشه و شما از این قسمت یک خط بکشین، این را وصل بکنین همراه کجا؟ همراه گونیون، شما میبینین که زاویه بزرگتر میشه، یعنی مندیبولا به طرف پایین قرار گرفته. در این صورت زمانی که زاویه بزرگ میشه، بزرگتر از 30 درجه شد، این زاویه را چی میگه برش؟ اینمی حالت به نام لانگ فیس برش میگه دکتر سیبا. لانگ فیس یا های انگل هم برش گفته میشه. شما دیده این زمانی که یک مریض مورد مطالعه قرار میگه مریض های انگل است یا لانگ انگل، شما مطابق به می زاویه MMA مسنجینی. زمانی که پلان مندیبولا و مکسیلایتون را رسم کردین و زاویه‌ای که بین پلان مکسیلا و مندیبولایتون به وجود آمد که زاویه MMA گفته میشه، این زاویه بین 26 تا 30 درجه بود، نرمال است. اگر 26 یا 30 درجه بالاتر شد، از 30 درجه اگر بالا شد، 35 شد، 36 شد، 37 شد، 40 شد، هر چقدر زیاد شده میره، یعنی محور طولی زیاد میشه، مندیبولا پایین آمده. زمانی که مندیبولا پایین میشه، مریضتون چی؟ لانگ فیس یا های انگل MMA زیاد میشه. ولی زمانی که مندیبولای شما کوچک میشه و منتون شما بلندتر قرار میگیره، مثلا در این نقطه، اگر شما این نقطه را نقطه منتون قرار بیاد بگیرین، شما میخواین که از گونیون عبور کنین، هر چقدر که دور میرین، یعنی پلان شما همراه چی میشه؟ زاویه کوچک شده میره. زمانی که زاویه MMA شما کوچک شد، کوچکتر از 26 درجه، در این حالت است که شما مریض شما چی هست؟ شارت فیس است، به لحاظ طولی خود کوتاه هست، وسط چیش وجهش به لحاظ طولی عمودی خود وجهش کوتاه هست. در این حالت این مریضتان به نام چی یاد میکنه؟ مریضتان میگه این لاو انگل است یا شارت فیس، صورتش کوتاه هست و یا هم چی هستن؟ یا لاو انگل است. پس به این صورت شما در پلانی که شما مورد مطالعه قرار دادین، نقطه انتریور نیزل اسپاین، پوستریور نیزل اسپاین، زمانی که را وصل بسازین، پلان چی است؟ پلان مکسیلایتون است. منتونه همراه گونیون، زمانی که وصل بسازین، این پلان شما پلان چی است؟ پلان مندیبولایتون است.
و زمانی که خطا با هم یک جای میشه و یک خط یک زاویه رو میسازه، زاویه رو به نام ام یاد میکنه. زاویه ام زاویه چی رو نشان میده؟ ارتفاع عمودی وجهتون رو نشان میده. زمانی که نرمال باشه ام شما بین 26 تا 30 درجه هست و اگر از 30 درجه بلند شد مریضتان های انگل است و اگر از سود پایین تر شد مریضتان دو انگل است. پس در مجموع در پلان مگزلا و مندیبولایتان شما این موضوعات دارین. و دیگه چیزی که شما در اینجا دکتر صاحبا دارین، در اینجا که شما ببینین یک محور طولی سنترال مگزیلایتان دارین. کدام مگزیلا را شما رسم میسازین در اینجا؟ کدام سنترال را رسم میسازین؟ کدام دندان اول را رسم میسازین؟ اما یکی نسبتا لیبیالی تر قرار داره، چون مریضایی که حالت چی را داشته باشه، مریضایی که کراودینگ داشته باشه، دندانایش نامنظم باشه، حتما یک دندانش کدام قرار گرفته، یکش خلف قرار گرفته. کامل منظم نیست که دندان یک حتما منطبق به، ممکن است یکش کدام تر قرار بگیره، یکش خلفتر. شما دندان را در نظر میگیرین که نسبتا کدام تر یا لیبیالی تر قرار گرفته. محور طولی دندان در نظر بگیرین. محور دندان طولی سنترال مگزیلای شما دقیقاً امی محور طولی هست. اگر شما ببینید این محور طولی چی است؟ محور طولی، من این خطا را پاک کنم دکتر صاحب، خطا اضافی را که شلوغک نشود. یکی اینی خط پاک کنم، این نقطه را کم کنم چون پلان مندیبولای مقید باشه. صحیح شد دکتر صاحب. شما ببینید در اینجا چی دارین؟ این محور طولی دندان سنترال مگزیلایتان هست. این محور طولی دندان سنترال مگزیلا هست. و دیگه چی هسته؟ شما سنترال مندیبولا را میبینید. این دندان سنترال مندیبولا است و این محور طولی دندان سنترال مندیبولایتان است. این محور طولی شد. شما ببینید در اینجا محور طولی دندان سنترال مگزیلایتان همراه پلان مگزیلا یک زاویه را ساخته. یک زاویه را ساخته. میره این چی است؟ محور طولی دندان مندیبولا. زمانی که شما در این قسمت میبینین، شما محور طولی دندان سنترال مگزیلا را رسم کردین، همراه پلان مگزیلایتان چی را ساخت؟ یک زاویه را ساخت. این زاویه ایزی چی هست؟ بزرگتر از 90 درجه هست دکتر صاحب. این بزرگتر از 90 درجه هست که این میره به نام چی یاد میکنه؟ این زاویه را به نام MX1 یاد میکنه. MX1 یعنی دندان اولتان همراه پلان مگزیلایتان MX1. زمانی که امی خود محور طولی دندان سنترال مگزیلایتان همراه در محور پلان مگزیلایتان یک زاویه را ساخت، این نورمالیز حدوداً چقدر است؟ 115 درجه است. محدوده بین 100 تا 120 درجه را داشته. بین 100 تا 120 درجه را. چون شما میفهمین دندان سنترالتان، دندان سنترال مگزیلایتان تاج به طرف لیبیال، ریشه به طرف پلاتینال قرار گرفته. اگر شما محور طولی را رسم بسازین چی میشه؟ این زاویه‌تان بین چقدر میشه؟ بین 115 اوریج یا متوسطش است، بین 100 تا 120 نرمال است. ولی زمانی که این زاویه بزرگ میشه دکتر صاحب، زمانی که زاویه بزرگ میشه، شما فرض بکنین این محور طولی چی باشه؟ شما فرض بکنین این محور طولی سنترال، خط دیگر انتخاب بکنم. شما ببینین اگر یک زمان محور طولی دندان سنترال شما این قسمی باشه، شما میبینین این زاویه بزرگ میشه دکتر صاحب. این زاویه بزرگ شد، بزرگتر از 120 درجه شد. ما گفتیم که بین 100 تا 120 درجه و زمانی که بزرگتر از 120 درجه میشه نشان دهنده چی است؟ یعنی دندان سنترال مندیب مگزیلای شما پروترود هستند، به شکل پروکلاین قرار گرفته. تاج خیلی زیاد به طرف لیبیال قرار گرفته و ریشه خیلی زیاد به طرف پلاتینال. پس انمی زاویه MX1 شما نشان دهنده پروترود بودن یا ریترود بودن دندان سنترال مگزیلا، دندان های قدمی مگزیلای نشان میده. ببینید دکتر سیبا، محور طولی چی است؟ محور طولی دندان سنترال مگزیلا. این پلان مگزیلایتان است. زمانی که شما محور طولی را رسم کنین یک زاویه میسازه همراه پلان مگزیلا. حد نرمال از 115 درجه است. بین 100 تا 120 درجه نرمال است. زمانی که از 100 درجه پایینتر شود دندان شما ریترود هست. ریترود یا ریتروکلاینی که بهش میگفتن، یعنی تاج نسبت به ریشه بیشتر به طرف پلاتینال قرار گرفته. این میگه ریترود. و زمانی که امی زاویه بزرگتر از 120 درجه شود دندان شما پروکلاین میشه، پروترود میشه. تاجش هنوزم به طرف لب قرار میگیره، به طرف قدم قرار میگیره. پس به این اساس شما میزان
پروکلاینیشن دندان های قدومی مگزلاتون مطابق به اینمی خطوط میتونین، مطابق به می زاویه MX1 میتونین چیکار کنین؟ تشخیص بکنین که آیا دندان شما به اندازه کافی چی هست، پروتروت هست یا نه، بیشتر پروتروت هست یا بیشتر روتروت هست یا در حالت نرمال قرار داره. این یک موضوع. و دیگه زمانی که شما خطی را که رسم میکنین دکتر زیبا، محور طولی چی هست؟ دندان سنترال یا دندان اول مندیبولایتان است. دندان اول مندیبولا، دندان اول همون دندان سنترال میشه. زمانی که شما این پلان رسم میسازین، این حتما همراه پلان مندیبولای شما حدودا زاویه بین زاویه اوریج یا متوسط زاویه 90 درجه است. یعنی اگر شما در نظر بگیرید دکتر زیبا، ما گفتیم در قسمت براکیت هم دندان ها 4 دندان قدومی پایینتون چی نداره؟ ترک نداره. که ترک هم داشته باشه حدودا منفی است تا حدودی کم است. زمانی که دندانتان ترک نداشت میبینیم که چی است؟ زاویه اینجا همراه پلان مندیبولایتون 90 درجه میشه. زمانی که 90 درجه شد یعنی امی محور طولی زین با پلان مندیبولا چی هست؟ عمود هست. زمانی که این عمود بود شما میبینید که چی هست؟ این زاویه نرمال است. البته نرمال زنا بین 80 تا 100 درجه است. 80 درجه هم شده میتونه، 100 درجه هم شده میتونه، در حالت نرمال مشکل نداره. ولی زمانی که این از 100 درجه بلند شد، کدام زاویه؟ زاویه MD1 یا مندیبولر چی؟ زاویه‌ای که بین MD چیز رسم کنید. زمانی که شما این رو میبینین MD این دیگه نمیتونم برای چی میتونه رسمش MD1. زمانی که زاویه‌ای که محور طولی دندان سنترال مندیبولا و پلان مندیبولا میسازه، این زاویه چی هست؟ زاویه MD1 هست. زمانی که شما زاویه مندیبولا را در نظر میگیرین حدوداً چقدر است؟ حدوداً متوسطش 90 درجه است، یعنی بین 80 تا 100 درجه. اگر 100 درجه بلند شد دندان شما پروتروت هست، نه؟ یعنی پلان مندیبولایتون دقیقاً قسمی اگر باشه یه 100 درجه خب بلند میشه. زمانی که بلند شد نشان میده که دندان مندیبولای شما پروتروت هست، بیشتر به طرف خودمون قرار گرفته. ولی زمانی که کمتر از 80 درجه شد به این شکل شد دندانای شما چی هست؟ ریتروت هست، یعنی بیشتر به طرف خلف قرار گرفته. پس این زاویه هم نشان دهنده پروکلاینیشن دندانهای مندیبولای شما هست و به این شکل شما میتونین اندازه پروکلاینیشن دندانهای مگزلا و اندازه پروکلاینیشن دندانهای مندیبولایتون مطابق به پلانایی که رسم کردین، مطابق به یک خطوطی که رسم کردین، شما میتونین در روی رادیوگرافی یا لیترال مشخص بسازید. این دیگه موضوع. استاد مندیبولا چند درجه بود؟ نرمال چند درجه بود؟ بین 80 تا 100 درجه است دکتر صاحب. هم نرمال وسط یا اوریجش حدودا 90 درجه را دکتر صاحب شما میتونین که بگیرین که 90 درجه نرمال ترین حالت ممکنش است. اگر بین 80 تا 100 هم بود نرمال است، مشکل نداره. اگه زیاد شد میشه پروتروت، کم میشه ریتروت دیگه. اگر زاویه زیاد شد دندانایتون پروتروت هست، اگر زاویه کمتر شد دندانایتون ریتروت هست. پس به این صورت شما میبینین که چی هستن؟ به این صورت شما ببینین دکتر سیبا. حالا تا اینجا شما چی دارین؟ یک چارزولی را دارین دکتر سیبا. متوجه باشین. خب دقیق متوجه باشین شما در اینجا چی دارین؟ یک چارزولی را دارین. کدام چارزولی را دارین دکتر سیبا؟ یک چارزولی را در اینجا دارین شما که کدام چارزولی است؟ واضح معلوم میشه دیگه براتون. یک زل، دو زل، سه زل، چهار زل. از بین پلان مگزیلا، پلان مندیبولا و پلان ها یا محور طولی دندان های سنترال بالا و پایین یک چارزولی را به وجود آورده. ارتباط پروکلاینیشن دندان های قدومی شما با زاویه MMA شما در چی است؟ یک تناسب وجود داره در اینجا. شما اگر اینمی را در نظر بگیرین، به هر یک چارزولی در نظر بگیرین. اگر از این قسمت امی چارزولی تان یک چی در نظر بگیرین، اگر ایره فشرده بکنین، ایرم پایین تله کنین، ایرم بالا تله کنین، آیا چیکار میشه؟ زاویه MMA شما کوچک نمیشه؟ زاویه طبیعتا زاویه MMA کوچک میشه که شما ایره از بالا و پایین فشار بدین همین چارزولی را. ایره کوتاه بکنین تا که زاویه MMA شما، این زاویه‌ای که در اینجا وجود داره چی شود؟ شما این زاویه‌ای را که در اینجا وجود داره این کوتاه کم شود، کوتاه شود. MMA شما کوچک شود. در اینجا چیکار میشه؟ دندانای شما به طرف قدام حرکت میکنه تا که پلانا چی شود؟ متناسب شود. این زاویه مجموعه 4 زاویه داخلی شما چند درجه هستند؟ در داخل یک چارزولی
مجموعه زوایای داخلی یک چارزولی 360 درجه است دیگه. میگه باشه نه دقیقا میگه، پس در هندسه ما شما میگه خواندیم مجموعه زوایای داخلی یک چارزولی 360 درجه است. اگر شما این زاویه را کوچک کنین حتما چیکار میشه؟ این زاویه حتما بزرگ شده میره. این زاویه باید بزرگ شود تا مجموعه زوایای داخلی 360 پره کنه. حتما یک تناسب وجود داره. شما در این چارزولی اگر در نظر بگیرین، اگر این اضلاع را نزدیک بسازین، این زاویه را کوچک کنین، در اینجا این زاویه بزرگ میشه متقابلا. کدام زاویه؟ اگر زاویه ام ام را کوچک کنین، زاویه ام x1 و ام دی1 تان چیکار میشه؟ یا ام دی1 تان چیکار میشه؟ ام دی1 تان بزرگ میشه. یعنی زمانی که زاویه ام x1 و ام دی1 تان چی شد؟ بزرگ شد، دندانهای شما پروتروت میشه. پروتروت میشه هنوز به طرف کدام. پس یک تناسب در اینجا به وجود اومد. چی؟ زمانی که ام ام کوچک میشه، مریضتان چی میشه؟ مریضتان شارت فیس میشه، لاونگل میشه، دندانهای قدامی شما پروتروت میشه، دندانهای پروکلاینیشن داره تا که میز دوایای چارزولی شما رو جبران کنه. این متوجه شدین دکتر سیبا؟ و زمانی که دکتر سیبا شما چیکار کنین؟ این خطوط یا امی اضلاع زمین رو بخواین بلند بکنین، ایری طرف کش کنین، ایری طرف کش کنین، زاویه ام ام شما بزرگ میشه. زمانی که زاویه ام ام شما بزرگ شد، این قسمت به طرف داخل جمع میشه نمیشه؟ به طرف داخل جمع میشه. زمانی که به طرف داخل جمع شد چیکار میشه؟ این زاویه کوچکتر میشه. زاویه ام x1 و ام دی1 شما کوچک میشه ولی ام ام شما بزرگ میشه. در این حالت ما میگیم به هر اندازه‌ای که ام ام بزرگ شود، دندانهای قدامی ریتروت میشن. دندانهای قدامی ریتروت میشن. پس در این صورت شما یک تناسبی را در اینجا دارین. با ام ام بزرگ دندانهای قدامی ریتروت، با ام ام کوچک دندانهای قدامی پروتروت میشن. شما مطابق به این میتونین اندازه پروکلاینیشن در دندانهای قدامی ببینید. متوجه شدین انشالله. این بود در پلان عمودی. در پلان عمودی شما چند زاویه را داشتین؟ زاویه ام ام را داشتین. اندازه زمین نشان دهنده لانگ فیس بودن و شارت فیس بودن مریض یا نرمال بودن مریض در محور طولانی بود که چی هست؟ ام ام بزرگ نشان دهنده های انگل و ام ام کوچک نشان دهنده لو انگل. در صورتی که ام ام بزرگ باشه، های انگل باشه مریضتان، دندانهای قدامیش چی است؟ دندانهای قدامی مریضتان چی میشه؟ زمانی که مریضتان های انگل باشه، دندانهای قدامی ریتروت میشه، ریتروکلاین میشن. و زمانی که ام ام کوچک باشه، لانگ شارت فیس باشه یا لو انگل باشه، دندانهای قدامی مریضتان چی هستن؟ پروتروت هستن یا پروکلاین هستن. پس در این صورت یک ارتباط بین خود محور طولی دندانهای قدامی و رابطه MMA و پلان ماکسیلا و ماندیبولا را شما دیدین. و دیگه چی هست دکتر سیبا؟ زمانی که شما میخواهید که در محور ارزانی یا در محور افقی پلانایتون مورد مطالعه قرار بدین، دو نقطه را ما در اینجا داشتیم دکتر سیبا. دو نقطه را داشتیم. یک نقطه A را داشتیم. من این خطوط کامل پاک میسازم، در یادتان باشه دکتر سیبا. خطوط من تمامش رو پاک بکنم. شما در اینجا دکتر سبا یک نقطه داشتین. نقطه چی بود دکتر سبا؟ یک نقطه ای بود. فرو رفته ترین نقطه در کجا؟ در قسمت فک مگزیلا در پلان عمودی. زمانی که شما پلان عمودی را رسم کردین. و دیگه چی داشتین؟ یک نقطه بی را داشتین. تری ساحه است. فرو رفته ترین نقطه در قسمت مگزیلا. شما زمانی که نقطه A و B را مورد مطالعه قرار میدین، نقطه A در فک مگزیلا و نقطه B در فک ماندیبولا، زاویه بین هر دو حدوداً 2 درجه نرمال است. یعنی فک مگزیلا نسبت به ماندیبولا به اندازه 2 درجه قدامتر قرار گرفته. شما از چی میفهمین؟ زمانی که شما بخواین چیکار کنین امی زوایا را پیدا کنین، شما یک نقطه N دارین، نیزیون، نقطه B دارین، نقطه B. زمانی که شما بخواین نقطه N همراه B وصل بسازین دکتر سیبا، ببینید نقطه A را همراه B وصل ساختین. نقطه N همراه A. این پلان NA شما هست. NA پلان در محور. و زمانی که شما بخواین چیکار کنین نقطه N همراه چی وصل بسازین؟ نقطه N تان همراه نقطه N ما چه قسمی بیرون بیشتر همراه نقطه B تان وصل بسازین. این نقطه B هست و نقطه N هست. شما میبینین
بین نقطه NB و نقطه NA. یا اگر شما در اینجا بگین زاویه SNB، زاویه SNA، دو زاویه در اینجا به وجود آمده. اگر شما این را در نظر بگیرین، بین نقطه NA و NB شما چی هست؟ یک زاویه به وجود میاد. یک زاویه به وجود میاد. اینمی زاویه حدوداً 2 درجه هست دکتر شیدا. یعنی نشان دهنده چی است؟ نشان دهنده ایزی است که نقطه A شما به اندازه 2 درجه نسبت به نقطه B شما قدامتر قرار گرفته. در حالت نرمال گپ است. در حالت نرمال امی اندازه باید باشه به اندازه چند درجه؟ به اندازه 2 درجه. و در صورتی که امی 2 درجه زیاد شود، اگر امی از 2 درجه چی شود؟ زیاد شود، حتما نقطه B شما خلفتر قرار گرفته. پلان شما حتما به شکل قرار میگیره. شما اگر در نظر بگیرید دکتر صاحب، مثلا امی نقطه شما چی شود؟ نقطه شما این خلفتر قرار بگیره. مثلا نقطه امی پلان N B تون به این شکل قرار بگیره. نقطه B دی اینجا باشه، پلان N B شما میبینین این زاویه بزرگ میشه. نشان دهنده چی است؟ مریض شما کلاس 2 هست. فک مندیبولاش نسبت به مگزولا خلف قرار گرفته. کلاس 2 چی است؟ کلاس 2 اسکلتی است. اسکلتی فک مندیبولای شما خلفتر قرار گرفته. اسکلتی فک مندیبولای شما خلفتر قرار گرفته. پس کلاسی که اینجا به وجود میاد کلاس 2 هست. یعنی اگر زاویه NA و NB شما یا ABN شما زیاد شد، زاویه ABN شما یا ABN شما اگر زاویهش زیاد شد از 2 درجه، کلاس مریضتان کلاس 2 است. مریض کلاس 2 میشه. و زمانی که از این کوچکتر شد مریضتان کلاس چند میشه؟ کلاس 1 میشه. کلاس البته ببخشید کلاس 3 میشه. به هر اندازه که زاویه کوچک شود و بعد تا حدود منفی شود. شما ببینید دکتر سیبا، امیدوار هستم که بفهمید. اگر شما در این قسمت نقطه B را فرض کنین که در اینجا است، نقطه B را در اینجا فرض کنین، فک مندیبولا به طرف خلف رفته، رشد نکرده نورمال. نقطه B در این سو هست. اگر شما پلان چی را رسم کنین؟ اگر شما پلان N B تا رسم کنین، همین قسم میشه دیگه. این پلان N. آیا زاویه بین از این دو زیاد نمیشه؟ زیاد شد. زمانی که زاویه زیاد شد حتما فک مندیبولای شما نسبت به مگزولا خلفتر قرار گرفته. در این صورت است که شما میفهمین که چی است؟ مریض شما کلاس 2 است. مریض شما کلاس 2 هست. کدام کلاس 2؟ کلاس 2 اسکلتی، چون فک مندیبولا یا اسکلت فک مندیبولا رشد نکرده و خط نسبت به مگزولا خلفتر قرار گرفته. و یا در صورتی که دکتر سیبا شما ببینین، در صورتی که اگر فک امین نقطه بی شما در این ساحه قرار بگیره نه کدامتر قرار بگیره؟ در این ساحه قرار بگیره. اگر نقطه بی شما در این ساحه قرار بگیره، زمانی که نقطه بی شما در این ساحه که قرار گرفت، اگر پلانتون شما رسم کنین این همراه بی وصل بسازین، میبینین که همراه ازمی خط ای تون چی شده؟ زاویه این ای تون یک زاویه منفی را ساخته. پس اینمی حالت است که چی میشه؟ مریضتان کلاس 3 هست. فک مندیبولا نسبت به مگزولا بیشتر رشد کرده و در قدام قرار. پس اندازه را اگر شما در نظر بگیرین دکتر سیبا، اندازه را اگر شما در نظر بگیرین، در این قسمت شما میبینین که چی است؟ شما در این قسمت چند پلان میتونین ببینین. یکی پلان SN تانه و دیگر پلان NA و NB تانه. به هر اندازه که نقطه B خلف قرار بگیره زاویه ABN تان بزرگ میشه. زمانی که زاویه بزرگ شد چه میشه؟ مریضتان کلاس 2 هست. فک مندیبولا رشد نکرده، خلفتر قرار گرفته. ولی زمانی که زاویه کوچک میشه چیکار میشه؟ زاویه کوچکتر میشه، حتی به طرف منفی میره. یعنی نقطه B شما به طرف قدام قرار میگیره. زمانی که نقطه B شما به طرف قدام قرار گرفت، شما میفهمین که چی هست این حالت؟ در این حالت مریض شما کلاس 3 هست. فک مندیبولا نسبت به نقطه فک مگزولا قدامتر قرار گرفته و این زاویه از 2 درجه کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر بالاخره به طرف منفی میره. هر چقدر که زاویه به طرف منفی بره کلاس 3 شما بیشتر است و هر اندازه‌ای که به طرف چی بره؟ صفر بره، کلاس 3 خفیفتر. و هر اندازه‌ای که زاویه شما بزرگ مثبت شود، بزرگ مثبت، یعنی نقطه بی شما خلفتر قرار بگیره، کلاس 2 شما شدید، به هر اندازه که زاویه کمتر شود کلاس 2 شما خفیف تا بالاخره کلاس 1 میشه. و حد نرمال زنم حدود چند درجه است؟ حدود 2 درجه است. پس شما زمانی که یک لیسانس پولیمتری را مورد مطالعه قرار میدین،
شما میبینین که در این حالت شما میبینین که در این حالت چی هست؟ در این حالت اسکلتی وجه در محور طولی یا در محور عمودی و در محور ارزانیش، یعنی نقاط در نظر میگیرین و مطابق به این میتونین که تشخیص بکنین که ناهنجاری یا سوی شکل یا مشکلی چیتان آیا اسکلتی هست یا آیا دندانی هست. پس ارتباطی پلان ها را همراه دندان های قدامیتان شما در نظر گرفتین که ام ای چه ارتباط داره همراه خود ریتروکلاینیشن دندان های قدامیتان یا ام ای شما چه اندازه رول داره با ریتروکلاینیشن دندان های قدامیتان. نقطه ای و بی شما چه قسمی ارتباط میگیره با اینکه فک مندیبولا کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 باشه در محور ارزانی. به این صورت انشالله شما از قسمت تا این قسمت از لیترالسفالومتری شما مطالعه کرده باشین، درک کرده باشین، فهمیده باشین که هدف از چی؟ هدف از یعنی خود مطالعه سفالومتری در این ساحت چی هست و چه قسمی شما میتونین که پاینگل بودن و لاونگل بودن مریضا رو شما ببینین. من مورد میتونم دیگه موضوعی هست دکتر سیوا؟ بعضی وقتا هست شما میبینین دکتر سیبا، بعضی وقتا هست مریضتان نظر به اسکلت خود کلاس 3 هست ولی دندانایش کلاس اول است، مشکل نداره. یعنی هیچ ارتباط، بعضی وقتا ارتباط بستگی به سایز دندان ها داره، هیچ ارتباطی بین اسکلت وجود نداره. اسکلت وجه اسکلت خود اسکلتی و دندانی اگر دندان ببین شما بعض وقتا میبینین که در لیترالسفالومتری تان مریضتان به لحاظ اسکلتی خود کلاس 3 هست ولی زمانی که شما میبینین در خود جوف دهن اوکلوژن دندانی رو مورد مطالعه قرار میدین میبینین مریضتان کلاس اول است. دندان ها کوچکتر در قوس کوچکتر قرار گرفته، صرفا فک مندیبولا بیشتر رشد کرده، از نفع طرف قدم قرار گرفته و چی شده و نهایتا یک کلاس 3 اسکلتی ده. ما بیشتر زمانی که یک کلاس مورد مطالعه قرار میدیم، اوکلوژن مورد مطالعه قرار میدیم، جوف دهن مریض و معاینات کلینیکی را که ما در اونجا انجام میدیم خیلی مهم است و شما به خاطر که اسکلتی بودن و دندانی بودن در مورد مطالعه قرار بدین حتما نمروخ مریض مورد مطالعه قرار بدین تا مساج نرم ببینین، وضعیت لب‌ها رو ببینین. به هر اندازه‌ای که دندان ها ریتروکلاین باشه لب‌ها به طرف داخل فرو رفته باشه، به هر اندازه‌ای که دندان ها ریتروکلاین باشه، چون شما میفهمین دندان ها خودش چی هستن؟ یک حمایه یا سپورت کننده خود لب ها هم است، در کنتور لب رول داره. اگر یک مریض دندان نداشته باشه لب ها به طرف داخل فرو رفته میشه و خود سرخی لب که همین خطوط ویرمیلون که برش میگه خیلی زیاد واضح معلوم نمیشه. ولی زمانی که دندان ها پروکلاین شه و هر دویش فک مندیبولا و مگزیلا یا فقط مندیبولا یا فقط مگزیلا، شما میبینین لب ها به طرف قدام حرکت میکنه و سرخی لب ها بیشتر معلوم میشه یا خط ویرمیلون بیشتر معلوم میشه. پس خود موقعیت دندان ها در دندان های قدامی در کانتور لب ها رول داره. زمانی که شما مریضتان از پروکلاینیشن شکایت داشته باشه یا یکی بخواه که چی کنه خب یکی دندان های ما خیلی زیاد به طرف قدام قرار گرفته، لبای ما بسته نمیشه، لبای ما خیلی بزرگ معلوم میشه. در این صورت زمانی که شما لیترال سفالومتری رو مطالعه میکنین و یا یکی شما مریض کنه بشونین کاملا در حالت استراحت، حالت وضعیت نرمال، زمانی که ببینین لب های مریض چی هست شما کنتور لب از قسمت وجهی یا از قسمت لثلی شما میبینین یا از قسمت وحشی مورد مطالعه قرار میدین. از نمرو میبینین که کنتور لب ها به چه قسمت است، آیا به طرف قدام زیاد قرار گرفته یا به طرف خلف. و این تناسبات شما میتونین هم در سفالومتری ببینین هم در مطالعه نمروخ مریض زمانی که مریض در کلینیک به شما مراجعه کرده و شما این مورد مطالعه قرار میدین. بعضی از نقاط کلینیکی دیگه و کلیدی دیگه هست دکتر سیبا. زمانی که شما بافت نرم یا امساج نرم در این مورد مطالعه قرار میدین حتما مریضتان باید وضعیت کاملا نرمال، حالتی وضعیت چی را داشته باشه؟ نچرال یا طبیعی را داشته باشه. در حالت نرمال تمام سر به حالت نرمال قرار گرفته باشه. زمانی که مریض در حالت نرمال قرار میگیره به این حالت هست که باید یک رادیوگرافی تعیین شود. در حالت نرمال اگر مریض سر خود زیاد بلند بگیره به این شکل بگیره شما میبینین که زنخ به طرف قدام حرکت کنه، مریض کلاس 3 نشان میده بریم. و زمانی که سر خود بسیار خم بکنه اگر شما چیکار کنین در حالت لترالی اگر ببینین اگر سر خود بسیار خم بگیره زنخ خود پایین بگیره مریض ما در لیترال سفالومتری حالت کلاس 2 داره. پس باید یکی از ویژگی ها که اصولی که باید رادیوگرافی گرفته شود باشه یا لیترال سفالومتری گرفته شود مریضتان حالت طبیعی را داشته باشه.
یعنی کاملا در حالت طبیعی، نه سرش خیلی پایین باشه و نه خیلی بلند باشه، کاملا در حالت طبیعی قرار داشته باشه تا ما بتونیم لندمارک ها را به صورت دقیقش مورد مطالعه قرار بدیم. بر علاوه در حالت لبها هم در حالت استراحت باشه. بعض وقتا شما میبینین لب بالا کوچک هست، لب پایین کوچک هست، در سختی مریض در حالت نرمال نمیتونه که لبای خود روی همدیگه قرار بده در حالت استراحت. ولی بعضی از مریضا رو میبینین که لبهایشان خیلی بزرگ است، در حالت استراحت هم یک تماس خیلی عمیق داره بین بالا و پایین. پس در این صورت لبها حتما باید در حالت استراحت باشه. اگر در حالت استراحت نباشه بازم لیترال سفالیمتری ما یک لیترال سفالیمتری مناسب نیست. اگر شما ببینین زمانی که مریض میخواد به سختی دندان لبای خود بسته کنه، لبها کوتاه هست یا لانگ پیست هست، لب کوتاه مونده، لباس رشد نکرده ولی دندان ها بیش از حد رشد کرده و چی شده و نهایتا مریض نمیتونه که لبهای خود به راحتی در حالت استراحت روی هم دیگه قرار بده. زمانی که میخواید چیکار کنه، یک لیترال سفالیمتری را شما میخواین که بگیرین، مریضتان حتما باید حالت لبهایش هم حالت استراحت داشته باشه تا ما بتونیم همین خود انساج نرم هم در این قسمت مورد مطالعه قرار بدیم. شما ببینید در اینجا کنتور لبها واضحا معلوم میشه، بینی مریض کامل واضح معلوم میشه، یک قسمت بینی مریض هست، یک قسمت لبهای مریض هست. کنتور لبها رو شما میبینید، لب بالا در حالت نرمال یک مقدار قدامتر در حدها یک مقدار قدامتر، یعنی به اندازه 1 میلی تا 2 میلی قدامتر نسبت به فک سفلی قرار گرفته. این حالت نرمال است. اگر این باز هم سرچپه میشه، یک زمانی میبینید که لب پایین نسبت به لب بالا قدامتر قرار میگیره، مریضتون کلاس 3 است و اگر بیشتر قرار میگیره خصوصا در کلاس 2 هایی که مریضایتون نمیتونه لبهای خود به راحتی روی هم دیگه قرار بده، مریضتان کلاس 2 هست. پس شما خود انساج را قرارم زمانی که مورد مطالعه قرار میدین میبینین که چی است، لب بالا نسبت به لب پایین به اندازه 1 میلی تا 2 میلی متر قدامتر قرار گرفته و نهایتا یک کنتور مناسب برای ایجاد کرده. و زمانی که شما مریضتان این حالت داشته باشه، حالت پروکلاین لبها بیشتر به طرف قدام قرار گرفته، حالتی که دندان ها ریتروکلاین باشه دندان ها به طرف داخل قرار میگیره و این بستگی به چی هم داره؟ بستگی به سایز لبها هم داره، اندازه بزرگ بودن و کوچک بودن لبها هم داره. اگر لبها کوچک باشه فرو رفته معلوم میشه، اگر لبها بزرگ باشه بیرون برآمده معلوم میشه. پس به این صورت شما زمانی که دندان ها پروکلاین باشه بازم لبها به طرف قدام قرار گرفته باشه، شما میتونین ببینید که چی است، یک لیترال سفالیمتری مناسب مورد مطالعه قرار میدین و اشکال لبها را میتونین که مورد مطالعه. درس بعدی ما انشالله روی موضوع آنالیز ها هست، آنالیز بولتون. اگر در این قسمت کدام سوالی بوده باشه